عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بیننده های عزیز. باز هم شما را خوش آمدید میگم به چینل یوتیوب زندگی در راستا. بیننده های عزیز، در این قسمت در این بخش کسته باز هم میخوایم که یک گیاهی طبی دیگر را معرفی کنم که این گیاه چه خواص های درمانی داره و در کدام ساحات این گیاه رشد میکنه. بریم تا این گیاه را ببینیم. نام این گیاهی آبتره می باشد که معمولا در کوهستان ها در کنار جویباره ها و چشمسار ها رشد می کند و خواص دارویی این گیاه شماره 1 پاک کننده خون است، خون تصفیه می کند. شماره 2 ضد سرفه و خلطاور است و شماره 3 و کسایی که مشکل ادرار طبیعی داشته باشه برای پاکسازی کلیه هم استفاده می شود. و همچنان این گیاه بسیار زیاد دارای ویتامین A و ویتامین C می باشه که سیستم ایمنی بدن تقویت میکنه و استخوان ها را محکم می سازه. این بود خواص درمانی این گیاه. گیاهی با ارزش، گیاهی واقعا عالی. امیدوارم که از دیدن این ویدیو خوشتان آمده باشد و چینل ما را لایک و سابسکرایب نمایید و به دوستانتان به اشتراک بگذارید تا دیدن ویدیوی بعدی. خداوند یار و نگهدارتان باشد.